تالار ماشین‌ها از بزرگترین انشاءات ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون است. هر کسی اولین بار به این تالار وارد شود برای چند لحظه خاموش می‌ماند. در زیر کوه در عمق 400 متر چون این فضای وسیع را دیدن آسان نیست. بلندی لایحه‌ای 70 متر است. درازی آن از یک ورزشگاه بزرگتر می باشد. 221 متر. پهنایش قریب 20 متر. اما چشم با دیدن آن بیشتر احساس می کند گویا در قعر زمین یک شهر ساخته باشند. تالار ماشین ها که امروز آن را با شکوه و جلال خود می‌بینیم از ابتدا چنین نبود. وقتی سال 2008 بعد تنفس چندین ساله ساختمان کارهای برقرارسازی آغاز شدند، تالار تا سطح 985 متر پر از آب و لای بود. نه روشنایی، نه راه، نه احتمال آنکه در همین جا روز دل نیروگاه عظیم راغون می‌تپد. اولین گروه‌های ساختمانی شرکت‌های راغونگسترای، نارکی بازساز، تاجیک نقبساز و گیدروسپیسترای دنقره به تازه‌کنی تالار آغاز کردند. آب با نسازها کشیده شد، قبطی غفصی لای تازه گردید و تدریجاً تالار چهره اصلی گرفت. وقتی فرش هموار شد، مهندسان به ساختن تکیه‌گاه برای کرن باربردار آغاز کردند. این کار آسان نبود. در سطح 987 متر، در فضایی که هر قدم با زحمت زیاد آماده می شد، ریلز ها گذاشته شدند و کرن کلان مثل دستان پرقوت تالار به جای خود نشست. از همان روز تالار شکل گرفت و کارهای اساسی رشد کردند. کارهای وصلگری پی هم ادامه یافت. بالارهای تکیه کننده ساخته شدند، دیوارها مستحکم گشتند، ستونهای نوی آهن و بتونی شبانه و روزانه قامت می افراختند. مهندسان ریاست نظارت تکنیکی هر یک قدم، هر قطار بتون، هر ارماتوره را سنجش می کردند. در پهلوی تالار میدانچه وصلگری بنیاد گردید. اینجا قسمهای اگریگات ها آورده می شدند و آماده نصب می گردیدند. از سال 2010 تا امروز صدها هزاران متر کوب بتون، تانه‌ها ارماتوره، هزاران ساعت زحمت آدمان در دیوارهای این تالار جای گرفت. برای مستحکم سازی انکرهای زیادی نصب شد. بعضی از انکرها هنوز زمان شوروی گذاشته شده بودند، ولی سنجش نشان داد که قسمی آنها کار ناشایمند. متخصصان
از نو آزمایش کردند، عوض کردند، قوی‌تر ساختند. در دیوارها، در سقف، در فرش همه جا ایزی دستی بنیادکاران است. امروز وقتی به این تالار می درویم، آن را همچون دل نیروگاه می بینیم، جایی که در آن اگریگات های عظیم به کار آماده می شوند. وقتی کارهای برقرارسازی در تالار ماشین ها به انجام نزدیک می شدند، مهندسان احساس می کردند که روزهای با برار فرا می رسند. سالهای زیاد آنها در همین جا کار می کردند. تالاری که یک زمان پر از آب و لای بود، حالا به جای روشن و آماده برای آغاز کار اگریگات ها تبدیل یافته است. روز به کار درآمدن اگریگات یکم 16 نوامبر سال 2018 مثل یک عید فرا رسید. از صبح مهندسان، کارگران، مهمانان و نمایندگان وسایط اخبار عامه به تالار وارد می شدند. هر کس در چشم و دل حس افتخار داشت. همه می دانستند که زحمت چندین ساله کارمندان امروز ثمر می دهد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به تالار وارد شدند. تالار لحظه آرام شد. تمام تجهیزات آماده بود. همه به صبرانه به آن ثانیه نگریسته بودند. با پخش تگمه اداره کنی آب به چرخ اگریگات وارد شد. اگریگات به حرکت درآمد. صدای اگریگات در تمام تالار طنین انداخت. این صدا برای بسیاری ها مانند پاسخ سالها مهنت بود. این یک روز تاریخی و فراموش نشونده برای ملت تاجیک بود. بگذار بنیاد نیروگاه بزرگ ایران به مردم تاجیکستان بخت سعادت و پیشرفت و دستاوردهای بزرگ آورد. با پیش تاجیکستان! هورا! نهم سپتامبر سال 2019 در جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اگریگات دوم نیز به کار درآمد. مراسم باز هم با شکوه تر شد. مهمانان از کشورهای گوناگون آمدند تا از نزدیک شاهد این رویداد گردند. هر کسی به تالار وارد می شد از بزرگی و تازگی آن حیرت می کرد. اینجا دیگر تنها یک انشاد نبود. این رمز زحمت آدمان عادی و باور به آینده بود.
дар ҳамон рӯз толор пур аз хурсандӣ ва табассумҳо шуд. коргароне ки солҳои зиёд дар шароити душвор кор мекарданд, худро ғолиб мепиндоштанд. барои онҳо ин на танҳо ба кор даромадани агрегат, балки натиҷаи зиндагии меҳнатии онҳо буд. ایاراغون تو روشن میشوی باز، فروزانتر چو گلخن میشوی باز، شخورشیدی دیگر بر میکشی سر، تو شن و شان میهم میشوی باز. مبارک 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 بختی ارزانی، مبارک و میهن نوری رحمانی، مبارک نوری رحمانی، مبارک. امروز агрегати навбатӣ дар арафаи омодашавӣ است. толори мошинҳо дигар ҳамчун шараки нур дар дили кӯҳ нест. ин ҷоест ки ба тадриҷ зиндагии нав шурӯъ мешавад. дар ин толор тапиши дили нерӯгоҳ эҳсос мешавад. рӯзе хоҳад расид ки ҳамаи 6 агрегат дар ин толор ба кор медароянд. вақте ин рӯйдод ва орзуву омол амалӣ мешавад, тоҷикистон соҳиби истиқлоли энергетикӣ хоҳад шуд ва он рӯз дур нест.